موسم کوهنوردی در تاجیکستان که از ماه ایول آغاز شده 2 ماه ادامه می‌کند در حال انجامیابی است. حالا کوهنوردان تنها در کوهستان فاندریای وادی زرافشان مشغول فتح قله ها هستند. شرکت‌های سیاحی توانستند امسال حدود 200 نفر کوهنورد خارجی را به فتح قله های بدخشان و زرافشان جلب کنند. اما کوهنوردان میگویند رقابت‌های ناسالم و نبودن شرایط مناسب برای کوهنوردان با شرایط بیشتری سفر کوهنوردان خارجی به تاجیکستان مانع شده است. همساله صدها هزار سیاح یا جهانگرد از کشورهای خارجی برای آشنایی با تاجیکستان میآیند، اما در میان آنها کمتر نفرانی هستند که با مقصد فتح قله های آسمانبوس بدخشان و زرافشان بیایند. ویرا سیمشکای 48 ساله از روسیه سال گذشته توانسته است برای اولین بار در میان زنها قله 7495 متری اسماعیلی سامانی سابق قله کمونیسم را فتح کند. امسال نیز خانم سیمشکا به تاجیکستان با منظور فتح قله های دیگر این کشور کوهستانی تشریف آورده است. ویرا سیمشکا 28 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت هرچند علاقمندان سفر به تاجیکستان در میان کوهنوردان خارجی زیاد است، اما شرایط فعلی برای سیاحان کوهنورد در این کشور برایش چندان جذب کننده نبوده است. از سوی دیگر قربان علمشوی و رهبر شرکت سیاحی کوههای پامیر میگوید که با افزایش تعداد جهانگردان به تاجیکستان علاقمندان سفر به بدخشان نیز بیشتر شده. سیاحان در کنار فتح قله ها همزمان میخواهند با طرز زندگی ساکنان ولایت کوهستانی آشنا شوند و افزود و امسال طور ما میدیدیم هر روزه در همه جای بدخشان توریستان زیادی را واخوردن ممکن است که هم با موتورسیکل هم پیاده و هم با ماشین اومده ایستادن با تماشای این منطقه. مسئولان کمیته رشد سیاحی تاجیکستان میگویند شرایط برای جهانگردی در کشور فراهم است. با گفته آنها هر سیاح میتواند بدون ممانعت به هر گوشه زیبامنظر تاجیکستان سفر کند. این است که به اطلاع کمیته رشد سیاحی تاجیکستان همساله تعداد سیاحان خارجی که از تاجیکستان دیدن میکنند افزایش می‌یابد. اگر در سال 2010 از 60 کشور جهان به تاجیکستان 160,000 جهانگرد آمده باشد، پس در سال 2015 این رقم بیش از 400,000 نفر شده است. همچنین گفته میشد که در ظرف سال 2015 از حساب بخش توریسم به اقتصاد کشور بیش از $200 میلیون وارد شده است، اما نحوه حساب این آمار روشن نیست.